سلام، خوش اومدین دوباره به کانال من. تو در حق پوست سه اشتباه اساسی انجام میدی که فکر میکنی قرار نتیجه بگیری ولی نه تنها نتیجه نمیگیری بلکه قرار بدترش هم بکنی. من اینجام تا درباره این مشکلات با تو صحبت کنم. در واقع ما فکر میکنیم مشکل از محصول یا برندی که انتخابش کردیم، ولی در واقع مشکل از محصول نیست. مشکل از عادتیه که تو داخل روتینت انجام میدی. اولین اشتباه درباره شوینده قویه. اگه شوینده قوی انتخاب کردی برای پوستت باید همین الان بذاریش کنار. چرا؟ چون هدف ما از شستن پوست پاک کردنه، نه خشک کردن، که اگه با یک شوینده قوی بشوری قرار پوستت از اینی که هست بدتر بشه. دومین مورد، استفاده همزمان از چند محصول که ترکیبات قوی دارن، که اگه این محصولات رو با هم استفاده کنی و ندونی روشش چیه قطعا پوستتو نابود میکنه. سومین مورد که خیلی رایجه و من خودم به شخص خیلی دیدم، استفاده از روتین های چند مرحله‌ای زیاده. خب وقتی یه روتین انتخاب میکنیم قراره که به پوست خودمون کمک کنیم، نه که بیشتر مشکلات ایجاد کنیم. استفاده از یک روتینی که مثلا 8 تا 10 مرحله‌ای باشه یا حتی بیشتر قرار پوستتو نابود کنه. پس باید روتینی انتخاب کنی که ساده باشه. چرا؟ چون پوست به تعادل نیاز داره، نه به شلوغی. اینو باید بدونی، پوست ساده پسنده، پس زیاد تحریکش نکنی. باید اینو بدونی، پوست مثل یه باغه. اگه بهش زیاد آب بدی خفه میشه، اگه بهش زیاد کود شیمیایی بدی بازم خفه میشه و خرابتر. پس اگه دوست داری دیگه از این اشتباهات انجام ندی و بدونی چی برای پوستت خوبه و چه محصول و چه برندی استفاده کنی، از چه کشوری، به خصوص کشورهای کره جنوبی، چین و ژاپن که در اسکین کیر رتبه برتر رو دارند، کانال منو ساب کن و منتظر ویدیو بعدی باش.